وقتی که پدر یا که مادر در Россия یا که یگان جو کورکنی میرن البته به کودک تاثیر میکنه که کودکو به نظارت میمونن خیلی که کودکو را نظارت کردن در کره مقصد آینده ده یک آدمی یا که یک کارگری ناز کلان شوند و چی نما هر روز دخترم ای مکتب میگیرم خونه میبیرم قطعش درس میکنم یاردم میکنم که خیلی همین یک روز نه یک روز فایده میرسه گفته همین نیتمو میکنیم البته کودکو را نظارت کردن این حتمیه پدر و مادر باید اینا یکم درجه موندن در کرده چیکار کنه هر روز ما نظارت میکنیم و هر روز نظارت کردن نمیتونن هر وقت مثال ای خواندن و ای احوال فرزندشون هر روزش خبر گرفتن نمیتونن تلفنی دیگه و ای نزدیک دیگه مجبور میشن که پدر مادر میره کار میکنن برای فرزند نیکی من هم خیلی در زندگی وایم آزادانه من شرایط خوبم موش زندگی کنم نیکی من هیچ وقت تنها نمیمونم نمیرم پدرش خیلی کارگری وای دائما در روحی سفر است یا ماه از دمون است خب باشن با خوب لیکن مجبور بسیارتر مادر قصد که مرکزهای کامپیوتری بازی میکنن میدروی فریاد میکنن دیگر رفتارهای نامطلوب که میکنن و بسیارش از طرز درست نموندن طرز درست تربیه است بسیاری از نتیجه همون مهاجرت مهنتی در مهاجرت مهنتی بودن پدر مادر است والدین است به همین خاطر اگر که والدین در همینجا باشه یک سهم خودش میگذارونه و کودک میدوند که پدر مادر هست مثال بگهی نمیبراید نمیرود مثال بعد مکتب نمیرود مرکزهای کامپیوتری و دیگر چی پدر و مادر اساساً بعد مکتب فرزند خود در یگان محفل های تربیوی میگذارد مبلغ گذاره نظارت از بالاش از کوه که خود طفل است و خرد است و مثال خودش به حال خودش گذاری و هر چی خواهد میکنه وقتی که پدر و مادر هست و در یک ترتیب و نظام درست میدارد و اگر که همین ترتیب و انتظام درست نباشد کودک است به هر جریانی که بخواهد میرود جریانی که نامطلوب هم هستند جریان مطلوب همین خاطر افسوس که گرچند که مثال مهاجرت مهنتی خوب است برای پول پیدا کردن پول روزگار گذراندن اما جهت‌های منفیش هم است تربیت دور از فرزندان دور از تربیت میمونه تاثیر خیلی وزبین داره مقصد همین هر چی باید ببریم دعوایش مقصد که تربیت درست باشه وقتی پدر مادر که نباشه تربیت درست مقصد گرفتن نمیتونم کودک برای ما آینده مقصد کوشش کنن که پدر و مادر رو تربیت درست در وقت ساعتش مقصد که برسونن خوبتر بهتر میشه